قدوری رحمت الله علیه در مختصر قدوری مذهب حنفی میگن که و تکبیر التشریق اوله عقیب صلات الفجر من یوم عرفه. تکبیر تشریق اولش عقیب نماز بامداد روز عرفه. عقیب نماز بامداد یعنی که سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله گفتمی الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد میگود امام، مردمان میگود. و آخره آخرش چی؟ عقیب صلات العصر من النحر عند ابی حنیفه. آخرش روز عید نماز عصر به تمام میشد میگن امام ابو حنیفه، یعنی 8 نماز به تکبیر میگن امام ابو حنیفه. و قال ابو یوسف و محمد رحمت الله علیهما، ابو یوسف قاضی و امام محمد دو تا شاگردای امام ابو حنیفه خلاف گپ ابو حنیفه گپ زدن، گفتن که الی صلات العصر من آخر ایام التشریق، تا نماز عصر آخرین روز ایام تشریق، یعنی 23 نماز تکبیر میگویم. امام ابو حنیفه 8 نماز گفتن. این دو امام ها شاگرد ها خلاف گپ استاد گپ زدن و حق در جانب شاگردا هست، چون که حق همین خیلی چیزی هست که پیروی کرده میشد اگرچه از آدمی پایانتر بیادم. یعنی ما حق به واسطه آدم نمیشناسیم، بلکه آدم رو به واسطه حق میشناسیم. حق که گفت قول همون است. بنابراین من میگم که و تکبیر و عقیب الصلوات المفروضات، تکبیر که میشد بعد نماز فرض، و هو ان یقول الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، فهي 23 صلاه، 23 نماز است طبق گفته قاضی ابو یوسف و امام محمد ابن حسن و این چنین دیگر مذهب‌ها هم در همین قول است. و فی الاختیار، در کتاب اختیار که از کتاب‌های مذهب حنفی میگن که الفتوا علی قولهما، فتوا بنابر قول هر دوی اینها هست. مذهب امام ابو حنیفه فتوا داده ایستاده است به قول صاحبین، نه به قول حضرت امام. و فی مختارات النوازلی، در کتاب دیگر میگن که و قولهما الاحتیاط فی العبادات، قول امام محمد و قاضی ابو یوسف به احتیاط عبادت ها نزدیک است. چون که مثال ما همین ذکرها را 23 بار گوییم بهتر است نسبت این که 8 بار گوییم و عبادت است. و این در یک سال یک بار میشه تکبیر تشریق، فقط در عید قربان، مثلا عید رمضان ندارد این تکبیر تشریق. واجب فی الاصح مرة عقب الصلاه المفروضات على المقيمين في الامصار في الجماعات المستحبه عند الامام ابو حنیفه رحمه الله. یک مراتبه گفتنش برای بعد نمازهای فرض برای مقیم در جماعت ها مستحب است گفتن امام ابو حنیفه، یعنی در جماعت گفتن، یعنی تنها گذار الله اکبر نگوید گویا کی. و قال، لیکن شاگردان چی گفتن؟ علی کل من صلی المکتوب، هر کسی که فرض ها را خواند باید تکبیر تشریق را گوید گفتن، یعنی زن های هم در بر میگیرد، تنها گذار های هم، مسافر ها را هم. یعنی کسی که از روز عرفه تا روز سیوم روز ایام تشریق هر نماز فرض که خوانده شدید باید تکبیر تشریق گوید بناهن به قول صاحبین، یعنی شاگردا. و قال علی کل صلات مکتوبه، یعنی بعد هر یک نماز. و بعد از آن با مؤلف این کتاب، صاحب کتاب لباب، در شرح کتاب مختصر قدوری گفتن که قول صاحبین باز به احتیاط در عبادات نزدیک است، خیلی که در بالا اشاره کردیم. یعنی که فقط برای آدم‌های در جماعت خواندگی نیو، تنها گذارهای هم باید تکبیر تشریق گوید. امام ابو حنیفه به قول ابن مسعود عمل کردن. اسود میگن که کان عبدالله یکبر من صلاة الفجر یوم عرفه الى صلاة العصر من یوم النحر. عبدالله ابن مسعود یعنی صحابه تکبیر تشریق رو روز عرفه شروع میکردن از بامدادش تا عصری روزی عید قربان گفتن. در مصنف ابن شیبه همین قولی ابن مسعود کتی حضرت امام ابو حنیفه عمل کرده، ولی شاگردا به حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل کرده. و یکی از فرقیت های شاگردا این است که اینا بعد وفات
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به مدینه سفر کردن، در نزد امام مالک علم گرفتن. یعنی اینا در عراق علم فقه می آموختن، وقتی به مدینه آمدن علم حدیث گرفتن. بنابراین یعنی اینها بسیارتر حدیث مایلی به حدیث دارن صاحبین. شاید بعضی حدیث های در ایام اینا جمع شد، مثلا امام مالک کتاب موطأ نوشتن و موطأ دو روایت داره، یکتاش روایت لیث یک شاگرد امام مالک، یک دیگرش روایت محمد ابن حسن شاگرد امام ابو حنیفه 3 سال در نزد امام مالک علم گرفته هستند و همین موطأ مالک پر از مالک روایت حدثنی مالک گفته روایت میکنه محمد ابن حسن. حالا هم طبعه های اگر بینید کسی موطأ مالک خرد 2 طبعه هست، یکیش طبعه محمد ابن حسن، روایت محمد ابن حسن است